اینم تارا خانوم، حلبی خانوم. شاید این ماشین بدنش حلبی باشه، بری یه جا اینطوری بزن رو کاپوت فشار بدن بگن آقا این نمیدونم حلبه، کف صندوق ضعیف و فلان و این داستانا. ولی الان ببین قطعه تعویضیه، من هرچی فشار میدم پایین نمیره. یک مورد دوم، این ماشین از جلو چنان ضربه خورده تا جعبه فرمون ماشین خورد شده، رام ماشین نابود شده. ولی ببین فقط یه گلگی روی کاپوت تعویض شده، لبه درش ضرب نخورده بوده. سقف ماشین، کلافای ماشین ببین همه ثابت مونده. چنان شاسی ماشین له شده بود، ما به هوایی که این ماشین راحت میاد شاسیش. چند روز بچه‌ها رو این زحمت میکشیدن شاسی این ماشین رو صاف کنن، بعد میگن تارا خانوم، حلبی خانوم. نه، این ماشین واقعا استحکام بالاییه و شاید بدنش ورقش ضعیف باشه که بعید میدونم، ولی واقعا ماشین محکمه.